مبارز شنل پوش، انتقام، شوالیه تاریکی، بزرگترین کارگاه دنیا و همچنین آقای نمیکشمت ولی یه کاری میکنم مرگ آرزوت بشه، همه القابیان برای یکی از باهوشترین و قویترین ابرقهرمانان نه تنها تو دنیای دیسی بلکه در تمامی ادوار، در تمامی بخش‌های دنیای سرگرمی و سینما. بله دوستان من، امروز اومدیم با هم دیگه تاریخچه کسی رو بشنویم که بیش از 90 سال اسمش در صحنه‌های مبارزه با جرم و جنایت دیده میشه، یعنی بتمن. خب دوستان عزیز، شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا بتمن؟ خب سوال خیلی خوبیه، چون میتونم، چون دلم میخواد. ولی خب خارج از شوخی، یک سری از دوستان عزیز که نظرشون خیلی برای ما محترمه، مثل همین آرمان خودمون، در خیلی از جاها میان میگن نه سوپرمن از بتمن بهتره، بتمن که اصلا قدرت نداره، سوپرمن خوبه، سوپرمن 100% بتمن رو زده. این ویدیو یه روشنگری میشه برای همه اون دوستان عزیزی که خیلی اطلاع ندارن و همینطور برای دره 90های گلمون یه روشنگری میشه که بتمن مال فورتنایت نیست. خیلی خب دوستان، حرف اضافه ای نمیمونه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنین که اگه ما ویدیوی جدیدی گذاشتیم حتما با خبر بشین و بریم سراغ ویدیو. قبل شروع یه نکته بگم که بتمن تو دنیای دیسی، مخصوصا دنیاهای موازی دیسی، به شکل‌های مختلفی نمایش شده میشه که تو ویدیو ما خیلی نمیگنجه. دوستان 90 سال تاریخ داره بتمن، 90 سال. همون قالب داستانی که خودمون بهش آشناییم رو میگیم، یه گریزی هم به دنیاهای موازی جذابش میزنیم. بتمن برای اولین بار توسط باب کین و بیل فینگر در شماره 27 داستان‌های کارگاهی در ماه می 1939 ظاهر شد. موفقیت‌های کمیک سوپرمن، سردبیران بخش کمیک انتشارات ملی که بعدا دیسی شد و تحریک کرد که ابرقهرمانای بیشتری خلق کنند. در نتیجه باب کین بتمن رو طراحی کرد. همکارش بیل فینگر در این باره میگه کین از ایده‌اش راجع به بتمن به من گفت و میخواست که طرح‌های اولیه‌اش رو ببینم. منم به خونه‌اش رفتم. اون یک شخصیت طراحی کرده بود که شبیه به سوپرمن بود، با لباسای تنگ و مایل به سرخ، با چکمه و بدون دستکش و همراه یه ماسک دومینویی که بر روی صورتش بود و در حالی که از طناب آویزون شده بود. مثل خفاش دو تا بال داشت که زیر اونها علامت بزرگی از بتمن بود. بالای خفاشی مثل شنل ایده کین بود که از بال زدن لئوناردو داوینچی الهام گرفته شده بود. فینگر توی شخصیت تغییراتی ایجاد کرد. به جای ماسک بهش بالاپوش داد. به جای بال بهش شنل داد و دستکش داد. قسمت‌های قرمز رنگ لباسش رو برداشت و اینجوری بود که طرح اولیه بتمن ساخته شد. ایده کلی بتمن ترکیبی بود از زورو، دیک تریسی و شرلوک هولمز. برای اونایی که نمیدونن، دیک تریسی شخصیت برپایه کاراگاه سرسخت و باهوشی که همیشه یک ساعت مچی رادیویی و یک کلاه و کت زرد همراهش داره. موقع ایده پردازی برای اسم اصلی بتمن یعنی بروس وین، رایزنی‌های زیادی شد. اولین شخصیت الهام بخش بتمن آقای رابرت بروس بود که توی فیلم بریو هارت مل گیبسون به عنوان شخصیت مکمل حضور داره و بعد مرگ رابرت بروس به عنوان شجاع‌دل یا بریو هارت شناخته میشه. خود بابکین تو مقاله بتمن رو من میگه بیل فینگر میخواست که کسی رو انتخاب کنه که شرافت و اصالت خانوادگی داشته باشه تا با هویت میلیونر بتمن بیشتر هماهنگ باشه و رابرت بروس با ارتباطش با خانواده اشرافی اسکاتلند انتخاب خیلی خوبی بود و بروس به عنوان اسم کوچیک بتمن انتخاب شد. باب کین برای اسم فامیلی سراغ تاریخ آمریکا رفت و فامیلی بروس رو از روی آنتونی وین دیوانه انتخاب کرد. آنتونی وین یه سرتیپ بوده تو جریان انقلاب آمریکا که اسم مستعارش رو به خاطر نبردهای وحشیانه علیه کت قرمزای بریتانیایی به دست آورده و در کمیک‌های کلاسیک به عنوان جد بتمن شناخته میشه و نشون میدن که خاندان وین تاثیر خیلی زیادی توی ساخت شهر گاتام و همچنین بنیانگذاری آمریکا داشتن. همونطور که دیدیم اسم بروس وین از دو آزادیخواه که برای آزادی و استقلال می‌جنگیدن گرفته شده که تاثیر زیادی بر شخصیت بتمن گذاشته. بتمن هم مثل آنتونی دیوانه و رابرت بروس هیچ وقت تسلیم نمیشه و برای چیزی که درسته میجنگه. اون اوایل بتمن یه آدم خشن بود و هر کی جلوی راهش بود و میکشت. ولی هر چی جلوتر میرفتیم این شخصیت و امکاناتش و همچنین ابزاراش بیشتر بهشون پرداخته میشد تا اینکه توی کمیک کارگاهی شماره 23 در نوامبر 1939 افشاگری‌های در مورد این شخصیت انجام شد. ولی اینا همه وقتی تغییر کرد که به دنبال جنگ جهانی دوم بتمن بعد از قالب کمیکی خودش در میومد و به یک سمبل تبدیل میشد برای جوونا و نوجوانا که تحسینش کنند. برای همین تبدیلش کردن به فردی که کسی رو نمیکشه و بیشتر به دنبال عدالته. اولین فیلم بتمن توی سال 1943 به اسم بتمن به کارگردانی لمبرت هیلاری
و با بازی لوئیس ویلسون در نقش بتمن منتشر شد. تو دهه 50 و 60 یک سری حاشیه‌ها در مورد بتمن به وجود میاد و اتهام همجنسگرا بودن به بتمن و رابین زده میشه. به خاطر جو بسته هوموفوب اون زمان این اتهام انگار خیلی جدی بوده. برای همین توی سال 1956 بت‌وومن معرفی شد و بعدش توی سال 1961 بت‌گرل معرفی شد که ثابت کنن این دوتا همجنسگرا نبودن. از همون زمان این شخصیت رو به ابتذال پا میذاره و بیشتر تبدیل میشه به دلغک تو رسانه‌ها و توی یک قدمی نابودی بوده تا اینکه جوری شوارتز نویسنده کتابای کمیکی این شخصیت رو از نو خلق کرد و بیشتر بهش تم کارآگاهی و جدی‌تر داد. بعد اون سریال بتمن در بین سالهای 1966 تا 1968 به کارگردانی لورنزو سمپل جونیور، استنلی رافائل راس و باب کین و با بازی آدام وست در نقش بتمن ساخته میشه. کلیت این سریال یک کمدی که تر زده تو ابهات بتمن، ولی جالبش اینجاست مردم با این سریال حال کردن. انقدر که 3 فصل یعنی 120 اپیزود از این سریال اومد و توی همون سال 66 فیلمی بر پایه این سریال ساخته میشه. توی دهه 70 و 80 این شخصیت دوباره کمی شروع به افت میکنه تا اینکه فرانک میلر در سال 1986 شوالیه سیاه بازی میگرده و مینویسه که جون تازه‌ای به بتمن میده. توی این کمیک بتمن به دلایلی از بازنشستگی خودش برمیگرده و با جوکر مبارزه میکنه و بعد اون یکی از خفن‌ترین مبارزات اون زمان کمیکا که مبارزه بتمن با سوپرمن بود و به نمایش میذاره که تاثیر خیلی زیادی روی فیلم بتمن علیه سوپرمن 2016 زکی اسنایدر میذاره. شما خودت برو مقایسه کن، لباسا قشنگ شبیه هم دیگه است. بتمن سال 1989 به کارگردانی تیم برتون و با بازی مایکل کیتون از اون فیلمایی بود که یه روی دیگه از بتمن رو به ما نشون میده. تو این فیلم جک نیکلسون نقش جوکر رو بازی میکنه. یادش میاد بچه بودم شب که نمایش این فیلمو میذاش نشستم نگاه میکردم مثل خر ذوق میکردم. هی سری بتمنای تیم برتون تمام نمیشد. توی سال 1992 تیم برتون بتمن ریترنز رو منتشر میکنه. فیلم با اینکه پرهزینه تره ولی نسبت به قسمت قبلی یک کوچولو افت کرده و اما از سال 1992 تا 1995 بتمن د انیمیتد سریز به کارگردانی باب کین که کوین کانروی عزیزم صدای بتمن رو ایفا میکنه. این سری رو به عنوان یکی از بهترین سریال‌های جهان میدونن، انقدر که با گذشت تقریبا 40 سال از ارزش نمرش ثابت فیکس روی 9 مونده. از اینجا به بعد بتمن این مقدار زیادی میذاره تو باقالیا و با فیلم بتمن فورور گند میخوره تو تاریخ سینمایی این شخصیت، انقدر که حتی بازی جیم کری در نقش ریدلر هم نتونست این فیلمو به موفقیت برسونه. 2 سال بعد فیلم بتمن و رابین با همون عوامل تولید میشه که اون قبلی رو جمع کنه که اصلا نگم براتون چرا لباس بتمن نوک سینه داره آخه، چه طراحیه، چه دیزاینیه، ای خدا. ولی بعد اون تیم طراحی انیمیشن بتمن برمیگرده و سریال The New Batman Adventure جون تازه‌ای به این شخصیت میده و باب کین به عنوان کارگردان و کوین کانروی به عنوان بتمن این اثر رو به یاد ماندنی میکنن. عناوینی مثل سگانه بتمن کریستوفر نولان با بازی کریستیان بیل به این شخصیت یه حالت بزرگونه میدن. این سگانه رو به عنوان بهترین فیلم‌های بتمن میشناسن، مخصوصا قسمت دوم دارک نایت. اگه هنوز این سگانه رو ندیدین بس اینجا چیکار میکنین؟ باشین بریم فیلمو ببین. البته نه، ویدیو رو تا آخر ببینید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارین، بعد برین سگانه نولان رو ببینید. همینجا تو پرانتز بگم که فیلم ها، سریال ها و بازی های خیلی خیلی زیادی از بتمن ساخته شدن. وقتی میگم خیلی یعنی من متن رو نوشتم، دیدم اینقدر زیاده که تو این ویدیو نمیگنجه، گفتم مهماشو بگم بقیه‌شو میذارم برای یه ویدیو جدا. البته که خوشتون بیاد تو کامنت ها بگین. سری بازی آرخام به عنوان بهترین سری بازی بتمن میشناسن که به طور کلی حس و حال جای این شخصیت بودن رو بهتون میده. حتی نسخه وی آر هم ازش هست که همه رو به جز آرخام اوریجینز کوین کانروی صدا پیشگی کرده. این مرد رو به عنوان طولانی ترین بتمن میشناسن که به تازگی هم از دنیا رفته. طولانی ترین بتمن در سن 66 سالگی در 10 نوامبر 2022 از دنیا میره. ادیتور به یاد حاج آقا کانروی یه همون تیکه I am the night, I am vengeance, I am Batman سری انیمیتد سریز رو بذار. I am vengeance, I am the night, I am Batman. توی سال 2011 دیسی کامیکس تمامی کمیکاشو از نو پایه‌گذاری میکنه و به عنوان نیو 52 داستانای تمام کمیکاشو از نو میمیسه که حتی بتمن رو معروف‌تر هم میکنه. به تازگی هم فیلم بتمن به کارگردانی مت ریوز و با بازی رابرت پاتینسون اکران شده. از همه اینا بگذریم میرسیم به خود بتمن یا به عبارتی بروس وین. توی نقطه شروع بتمن تغییرات خیلی زیادی داده شده ولی خب فرم کلی اکثرا یکی و ما اون چیزی رو میگیم که همه بهش عادت دارن. بروس وین 8 ساله فرزند توماس و مارتا وین که از ثروتمندان شهر گاتام بودن و در تلاش بودن
این شهر رو به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنن. بروس از زندگیش راضی بود و با پدر مادر و خدمتکارشون آلفرد توی عمارت زین زندگی می‌کردن. همیشه خیلی خوش و خرم بود تا اینکه یه شب وقتی بروس و والدینش از تماشای فیلم زورو برمیگشتن، یه خلافکار خرده‌پا به اسم جوچیل پدر و مادر بروس رو جلوی چشماش میکشه. بعدها جوچیل توی کامیک سه جوکر اعتراف کرد که دلیل اصلی این قتل حسادت اون به خانواده وین و چیزایی که داشتن بوده و نمیدونسته چه کارهای خیرخواهانه‌ای انجام دادن. ولی خب خودتون تصور کنین توی 8 سالگی همچین اتفاقی براتون بیفته و والدینتون بی دلیل جلوی چشاتون کشته بشن. خب 100% یک سری سوال براتون پیش میاد. سوالایی مثل این که چرا این اتفاق افتاد؟ آیا این اتفاق عادلانه بوده؟ مشخصا نه، ولی برای بروس این اتفاق انقدر سنگین بود که توی 20 سال بعد زندگیش هیچ کاری نکرد جز یادگیری چیزهای لازم از استادای تو سراسر جهان و استفاده از ثروت خانوادگیش برای اینکه جلوی دوباره اتفاق افتادن این وقایع رو بگیره. اون شب بروس وین مرد و بتمن به دنیا اومد. در واقع بروس وین ماسکیه که اون میزنه. بتمن کسیه که اون واقعا هست. بتمن با هل دادن خودش به جلو و فراتر از محدودیت‌های ذهن و بدن انسان تبدیل شد به یه افسانه، یه کابوس برای هر جنایتکاری که جرأت کنه بیاد تو خیابون. در حدی که آماندا والر رئیس جوخی انتارون رو به عنوان یه ابر انسان دسته‌بندی کرده. وقتی خلافکار حتی از سایت هم مثل سگ میترسن، میدونی که داری تأثیری میذاری دیگه. بتمن به 127 هنر رزمی مختلف مسلطه. استاد مخفی کاریه و کاملا میتونه خودش از هر تله که گرفتارش میشه آزاد کنه. درباره قدرت هنرهای رزمی بتمن فقط یه جمله میگم که یه بار یه فانوس سبز برای شاخ و شونه میکشه، بعد با یه مش میزنه ناکارش میکنه. و فقط تو مبارزه دست خالی دستروک، تالانای محور جغدها، ری شالغول و هزار یه ابرقهرمان ضد قهرمان دیگر رو شکست داده. دستروک کسی که کل تین تایتل رو شکست داده و مثل کاپیتان آمریکا روش از یک سرمه ابرسربازی استفاده شده و خودش اقرار کرده که تا حالا نتونسته بتمن رو بزنه. تالان‌های محور جغدها دستکاری ژنتیکی شدن تا فقط به کشتن فکر کنه بتمن تکی جلوشون وایساده. سرعت واکنش بتمن تا حدی که میتونن لیزر جا خالی بده. برای اینکه بگم این کار چقدر خفنه، میگم که لیزرها به سرعت نور شلیک میشن. یعنی بتمن برای جا خالی دادنشون باید از سرعت نور سریعتر باشه. اینکه چرا بتمن مثل خفاشا لباس میپوشه، تعریف مختلفی ازش هست. ولی به طور کلی خفاشا منبع ترس بروس بودن. و اون متوجه میشه که همین ترس بزرگترین سلاح اون برای مبارزه با جرم جنایت و تو استفاده کردن ازش هم موفقه، چون تمامی جنایتکاران بعد از قهرمانا مثل سگ از بروس میترسن. یعنی رسما مترسک که قدرتش خلاصه شده در ترس، جز بتمن از هیچ چی نمیترسه. و فانوسای زرد از بتمن میترسن. فانوسای زرد، اونایی که از ترس قدرت میگیرن، از بتمن میترسن. همین ترس باعث شد که بتمن متخصص بازجویی بشه. خارج از همه اینا بتمن یه سوپر نابغه است با حافظه تصویری. ما اون رو به عنوان بزرگترین کارگاه جهان میشناسیم. اون میتونه هر معما رو حل کنه و ذهن چنان قدرتمنده که میتونه مسمومیت و کنترل ذهن رو عقب بزنه. قدرت ارادهش انقدر زیاده که از حلقه فانوس سبز فرار میکنه. میدونید چون حلقه ها از نیروی اراده قدرت میگیرن؟ بتمن انقدر باهوشه که لیگ قاتلین مجبور بود حافظه‌اش رو پاک کنه، چون همش مخفیگاهشون رو پیدا میکرد. هر چند بار که عوضش میکردن، یعنی هی پیدا میکرد، هی اینو پاک میکردن، هی اینو پیدا میکرد، هی اینو پاک میکردن، بعد دوباره هم پیدا میکرد، بازم پاک میکردن. بتمن به تمامی زبانهای زنده زمین مسلطه، حتی به زبانهای خارج از زمین مثل کریپتونی هم حرف میزنه. بتمن مهندسی و شیمی رو به طور کامل فرا گرفته. یه بار توی هزار توی محفل جغدا گیر میکنه و بدون اینکه بدون کجاست، از روی مزه آب فواره وسط هزار تو مکانشو متوجه میشه. بتمن تمام خیابونا و کوچه ها و جاده، حتی فاضلابای گاتام و حفظه. سرعت مطالعه به شدت بالایی داره. یه بار زیر معابد قدیمی مصری گیر میکنه و با مقدار کمی هوا و مقدار کمی تجهیزات دو تا دستکش با تکنولوژی بالا میسازه و موفق میشه که فرار کنه. توی شماره 75 گرینو رو بتمن موفق میشه توی چند ساعت یه ترکیب شیمیایی کشف کنه که دیوارا رو تبدیل به مایع میکنه. بتمن یکی از قوی‌ترین استراتژیست‌های کل دنیاست. یه بار بتمن کل سیاره دارکساید یا همون اپوکالیپس رو هک میکنه و کنترل لاواهای اونجا رو به دست میگیره. بعد تکی تکی پا میشه میره جای دارکساید، میگه که داداش اگه از اینجا نری کل سیاره رو نابود میکنم. بچا دارکساید تکی کل لیگ عدالت رو زده و بتمن یه آدم بدون هیچ قدرتی رفته تهدیدش کرده. بتمن کل حال عدالت رو طراحی کرده که شامل برج نگهبانی خارج از زمین هم میشه و دستگاه ارتباطی ساخته که میشه باش حتی در خارج از زمین هم ارتباط گرفت. از جمله بهترین اختراعاتش میشه به جنراتور خورشید قرمز اشاره کرد که باهاش میشه سوپرمن رو شکست داد و بتمن تا حدی کوچیکش کرد
که روی هر کدوم از دستکشاش چند تایی بذاره. همچنین بتمن تونست توی دنیای خودش توانایی سفر به دنیاهای موازی رو اختراع کنه. شاید براتون سوال شده باشه که آقا بتمن که همش تو شهر داره با این میجنگه با اون میجنگه، اصلا کی وقت میکنه بخوابه؟ خود بتمن تا 80 ساعت بیدار موندن رو میتونه تحمل کنه، ولی اونم یه گهگدار میخوابه دیگه، ولی نه به شکل معمولی. بتمن یه متد جدید برای خوابیدن اختراع کرده که بهش میگن ماکرو اسلیپ. این خوابیدن‌ها نهایتاً 20 تا 30 دقیقه میشن، ولی بیدار شدن ازشون دقیقاً مثل یه خواب چند ساعته سخته. زره بتمن از کولار تیتانیوم ساخته شده که میتونه در برابر چاقو و شلیک گلوله مقاومت کنه. حتی یه بار از یه انفجار بزرگ حفاظتش کرده. بچه‌ها رفتن حساب کردن که بر طبق سایز انفجار و فاصله بتمن از اون، لباس بتمن باید معادل انفجار 58 تن TNT رو تحمل کرده باشه. همچنین شنل بتمن در یک جاهای نقش گلایدر رو ایفا میکنه. کلاه خود بتمن با دید در شب اشعه مادون قرمز رادیو تقویت شده. کمربند بتمن با بمب‌های دودزا، سم‌های اعصاب، گاز بیهوش کننده، انواع مواد منفجره، گرپلگان. بچه‌ها گرپلگان خیلی معادل درست ترجمه‌ای توی فارسی براش پیدا نکردم. همون تفنگی رو در نظر بگیریم که بتمن باش از اون تنابا میزنه، از این ساختمون میره به اون ساختمون. تفنگ قلابی همچین چیزی. انواع بترنگ‌های مختلف با توانایی شوک الکتریکی، انفجار، کنترل از راه دور، تجهیزات کارگاهی از جمله لوازم گرفتن اثر انگشت، دوربین و حتی لوازم ساده برای غواصی مجهز شده. حتی در مواردی دیده شده که بتمن آبنبات چوبی از بغل جیبش نگه می‌داره برای مواقعی که لازمه از یک شاهد کودک بازجویی کنه. به جز اینا بتمن 1001 مدل گجت و تجهیزات و دستساز دیگه هم داره که یه ویدیو جدا میطلبه، اینجوری نمیشه. بتمن رو به عنوان آماده‌ترین ابرقهرمان هم میشناسن. بتمن برای هر فرد و موقعیتی توی دنیای DC، توی کامپیوترش بغل پوشه نصایح امام یه فایل کامل ساخته که طی تحقیقاتش نقشه بتمن برای مقابله با هر فرد دارای قدرتی رو نگه می‌داره. حالا میخواد شرور باشه یا یه قهرمانی که شرور شده. این نقشه‌ها انقدر دقیق و حساب شدن که بتمن با استفاده از اونها چندی با لیگ عدالت، دارکساید، دشمنای خودش و دشمنای بقیه ابرقهرمانان از جمله فلش معکوس رو شکست داده. آره، همون فلش معکوسی که یه پارادوکس زنده است و فلش که کل جهان رو توی یک ثانیه دویده ادعا میکنه که فلش معکوس ازش سریع‌تره. همونی که بدون حد و مرز میتونه توی زمان و مکان سفر کنه. آره، همون فلش معکوس. این آماده بودن بتمن باعث شده که برای موقعیت‌های مختلف لباس‌های مخصوصی داشته باشه. مثل لباس جاستیس باستر که برای مبارزه با لیگ عدالت طراحی شده و روی مشتاش مخصوص سوپرمن ژنراتورهای خورشید قرمز تعبیه شده که میشه باهاش سوپرمن رو زمین زد. موافقین تاریخچه سوپرمن رو هم بذاریم؟ اگه آره تو کامنت بگین. حرفش شد برای سوپرمن فن‌های عزیزم بتمن یک کلکسیون وسایل کریپتونایتی داره که بعضیاشو خود سوپرمن به بتمن داده، چون به بتمن اعتماد داره و میدونه که اگه از کنترل خارج بشه بتمن جلوشو میگیره. سوپرمن بتمن رو به عنوان قوی‌ترین فردی که میشناسه معرفی کرده و چندین بار حتی اون رو به عنوان بهترین دوست خودش معرفی کرده. بتمن حتی برای خودش همین نقشه داره. سوپرمن یه دفعه از بتمن میپرسه که داداش حالا فکر کن خود از کنترل خارج شدید، چی جلو تو میگیره؟ نقشه چیه؟ اونم یه جوری که انگار داداشی میگه لیگ عدالت، که زیر میذاره بتمن برای موقعیتی که از کنترل خارج شد دیوونه شد، خودش بد شد و هر چی توی ذهنش یه پرسونالیتی جدا طراحی کرده که اون به جاش تصمیم بگیره. یه شخصیت جدا برای خودش توی ذهنش به عنوان بکاپ داره. این شخصیت جدا یه ربات طراحی میکنه که نقشه رسمی بتمن علیه خودش. این ربات قدرت و سرعت فرای انسانی داره و پوست به شدت مقاومی داره. توانایی‌های کارآگاهی کاملی داره و نقطه ضعف تمام لیگ عدالت هم میدونه. حتی 3 تا تیغه کریپتونایتی هم برای سوپرمن بغل جیبش داره. این ربات همه جاستس لیگو جر میده و در نهایت بتمن جلوشو میگیره. یعنی بتمن نقشه‌ای که از بتمن برای بتمن طراحی شده رو از بین میبره. حالا من لازمه بیشتر توضیح بدم یا نه؟ بهترین لباس بتمن کادوی جاستس لیگ به بتمنه. لباس هلبت. دیزاینش رو بتمن انجام داد و تمام لیگ توی ساختنش نقش داشتن. سوپرمن اون رو تو مرکز خورشید شکل داد. واندر وومن از ابزار خدای باستانی هفاستوس استفاده کرد تا قوی ترش کنه. گرین لنترن با قدرت حلقش بهش قدرت داد. سایبورگ با تجهیزات مکانیکی مجهزش کرد. آکومن اون رو تو عمق درازگذار ماریانا نگه داشت تا مقاومت زره بالا بره. یعنی این لباس تو عمق 10994 متری عمق دریا مقاوم شده. فشار آب اونجا معادل 1071 برابر فشار اتمسفر تو حالت معمولیه. فلش اونو با اسپید فورس پخت داد که تمامی این موارد باعث شد این زره قوی ترین زره بشه که بتمن میپوشه. اون میتونه پرواز کنه، روی بدن بتمن شکلش رو تغییر بده، نامرئی بشه و از علامت خفاش وسط سینه‌اش لیزر شلیک کنه. اون با مرکز کردن قدرت لباس به مشت میتونه از مشت استفاده کنه که از قدرت واندر وومن نشأت میگیره و واندر وومن انقدر قویه که یه بار زمین رو با تنابش جابجا کردش. این لباس در حدی قویه که بتمن تکی باش سیاره آخرالزمان با دارکساید توش جر داده. یعنی بتمن
غول آخر دنیای DC، خدای دیوانه نابودی و با کل سیاره‌شو تکی تکی جر داده. دارکسایدی که انقدر قدرت داره که میتونه کل دنیا رو نابود کنه و سرعتش در حدیه که میتونه تو 1 ثانیه به نهایت کهکشان برسه. یعنی ما داریم در مورد دارکساید صحبت میکنیم که کل لیگ نتونستن بزننش. البته این لباس از متابولیسم خود آدم استفاده میکنه که یک کوچولو برای بتمن سنگین میشه، یعنی استفاده مداوم ازش باعث میشه بتمن بمیره. درباره ثروت بتمن باید بگم که خیلی زیاده، در حدی که بتمن تونست پول تمام چیزایی که قبلا اشاره کردیم و بده. 1001 گجت و وسیله نقلیه از جمله بتموبیل و بتوینگ و 1001 ماهواره و حتی سفینه فضایی با قابلیت پرش میان کهکشانی بخره و بسازه، به 1001 خیریه کمک کنه و در نهایت هم ککش نگزه. ما در روایات داریم که بتمن یه بار کل بانک‌های اروپا رو میخره که یه هکر رو دستگیر کنه. تمام بانک‌های اروپا تا سال 2018 6250 تا بانک رو شامل میشده. با در نظر گرفتن مقدار دارایی این بانک‌ها، ما به عدد 42 تریلیون و 900 میلیارد یورو میرسیم و بروس وین این مبلغ رو پرداخت کرد و هیچ تغییری هم تو زندگیش به وجود نیامده. این کار اصلا مبلغی نیست، فقط با یورو 5360 که من امروز چک کردم میشه یه چیزی تو مایه‌های یه عددی که اصلا من نمیدونم چی از تومن. یه نکته جالب اینجاست که بتمن ساختمان روزنامه دیلی پلنت رو هم خریده. حالا دیلی پلنت کجاست؟ محل کار کلارک کنت که سوپرمن، یعنی بتمن رئیس سوپرمنه. بتمن در طول سالیان دراز همکارا و شاگردای زیادی داشته و از بینشون میشه به رابینا، نایتوینگ، رد هود، بتگرل، بت‌وومن، اسپویلر و چندین مورد دیگه اشاره کرد که هر کدومشون برای خودشون یه ارتش تک نفرن. این جیسون تاد خودمون تکی تونسته 10 نفر با شمشیر بزنه. قشنگ تمام اینا برای خودش یه ویدیو جدا میطلبه. آلفرد جی پنیورث خدمتکار و همراه بتمن که از کودکی با بروس وین بوده و به هنرهای رزمی و فنون درمانی تسلط کامل داره. توی بعضی از کمیک‌ها آلفرد یک مأمور سابق MI6 انگلیس بوده و در بعضی از کمیک‌ها آلفرد آموزش‌های ابتدایی مبارزه رو به بروس وین داده. یه جورایی میشه گفت از دلایلی که بتمن هنوز روانی تر نشده همین آلفرد خودمونه. لوشیس فاکس توی شرکت وین از راز بتمن اطلاع داره و بهش توی ساخت برخی از گجت‌ها کمک میکنه. همون مورگان فریمن خودمون توی فیلم‌های نولان. جیم گوردون در پلیس گاتهام نزدیکترین فرد به بتمنه و دوست صمیمی اونم هست. اون اونقدر با بتمن صمیمی بود که توی کمیک جنگ رابین ها در غیاب بتمن ما می‌بینیم که بتمن لباسی به اون داده که مثل زره آیرون من به اون توی مبارزه ها کمک میکنه. از دشمنای بتمن میشه به جوکر، ریش آل اول، تو فیس، کلی فیس، پنگوئن و چندین مورد دیگه اشاره کرد که توی ویدیو دیگه بهشون حالا میپردازیم. بتمن همچنین همکارای غیر متعارف زیادی داشته که از بینشون میشه به هلبوی، پانیشر، لاک‌پشتای نینجا، گروه انتقامجویان و بیگ بی از کامیک فیبلز اشاره کرد. بچه‌ها کامیک فیبلز اگه نمی‌شناسین یکی از خفن‌ترین کمیکایی که به زندگیم خوندم. حالا اگه دوست داشتین تو کامنت‌ها بگین توی ویدیو جدا بهش می‌پردازیم. خب دوستان حقیقتا کانتنت کم آوردم، برای حسن ختام یک چند تا کار خفن بتمن رو بهتون بگم و برم. بتمن توسط فانوس سبز، فانوس زرد، فانوس آبی، فانوس سیاه و فانوس سفید انتخاب شده. یه بار لیگ عدالت با یه عده مریخی سفید مبارزه می‌کردن و بتمن توی لحظات اول مبارزه یه جوری انگار با بتوینگ تصادف میکنه و همه فکر می‌کنن که مرده و کل لیگ دستگیر میشه، ولی بعدا مشخص میشه این نقشه بتمن بوده که بتونه به مقرشون نفوذ کنه و فقط با یه بسته کبریت و یه کم گازولین کل مقر رو از فضایا پاک میکنه. وقتی هم فرمانده پشماش ریخته که چرا کل مقر ما فضایا نمیتونن یه آدم ساده رو بکشن، سوپرمن میگه چون اون خطرناکترین آدم جهانه. یه بار داداشم با به دست آوردن صندلی موربیوس که همون خدای دانای دنیای دیسی باشه تبدیل میشه به خود خدای دانایی. بتمن تونست بتمنی که میخنده رو شکست بده و متوقف کنه. بتمنی که میخنده بتمنی که از یه دنیای موازی میاد که توش بتمن جوکر رو کشته و با سمش مسموم شده. دیوانگی جوکر و هوش و قدرت بتمن باعث شد بتمنی که میخنده تبدیل به یکی از بزرگترین خطرهای مولتیورس بشه. بتمنی که میخنده به تصرف دنیای خودش قناعت نکرد و ورژن‌های خبیث و گردن کلفت بتمن از دنیاهای موازی جمع کرد و به دنیاهای دیگه حمله کرد و بتمن با کمک سوپرمن کل این تشکیلات رو از بین میبره. لازمه بگم اکثر بتمنایی که جمع کرده بود سوپرمن دنیای خودشون رو کشته بودن. بتمن انقدر شجاعه که سم ترس مترسک بهش اثر نمیکنه و انقدر کله خره که با لگد بزنه تو صورت اسپکتر. حالا اسپکتر که یه فرشته خشم خدایان که میتونه هر چیزی رو به میل خودش تغییر بده و بتمن یه لگد زد تو صورتش و بهش گفت که تو شهر من گورتو گم کن. چجوری یه آدم ساده میتونه اینقدر کارهای غیر ممکن انجام بده؟ خب یه جواب ساده براش هست، چون اون بتمنه و بتمن یه آدم ساده کارهایی رو کرده که خیلی از ابرقهرمانا حتی نزدیکش هم نمیتونن بشن. ممنون که این ویدیو رو دیدین.
لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. لطفاً زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنین که اگه ویدیو جدید دیدیم باخبر بشین. حقیقتا سر این ویدیو پاره شدم، پس لطفاً حمایت کنین دیگه. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. اگه مطلبی چیزی چشتون رو گرفته لطفاً توی کامنت در موردش بگین که ما ویدیوشو بسازیم. بازم ممنون که این ویدیو رو دیدین. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی بدرود.